السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزتمند، امروز هم که باشد بهر شما یک احادیث را از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم به سمع شما میرسانم. این احادیث های پیامبر برای ما و شما راهنما هستند. عزیزان دل، با دقت گوش کنید، توجه کنید و از همه شما خواهش میکنم که این نوار را به یار و دوستان خود تقسیم کنید تا که در ثواب با ما شریک باشید. رفته و در آمد گپ در دوام صحبت خطاگی از مسر بزند. از همه شما عزیزان دل معذرت خواهی میکنم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید در احادیث مبارک: هر شخصی که به بنده های خدا رحم نکنه، الله به او شخص رحم نمیکنه. هر انسانی که به بنده های خدا رحم نداره، مهربانی نداره، الله ذات پاک به او بندش رحم نمیکنه. پیامبر گرامی اسلام این احادیث به خاطر ما گفت که ما باید رحم دل باشیم. عزیزان دل، جنبه ها و پهلوها این حدیث اگر نظر کنیم خیلی موضوع را در نظر میگیرد. ما کوتاه کرده به سمع شما میرسانم. علال خصوص ما در ملک غریبی قرار داریم. بسیاری مسلمان ها را میبینی 90% مسلمان ها از مسلمان خودش گیله میکند، ناراحتی میکند. در جای مسلمان هم میبینی بیرحمی نسبت مسلمان خودش میکنند. کم اون مسلمانی که از غیر مسلمان، یعنی از کافر گیله کند، از کافر ناراضگی کند. اکثر مسلمان هم میبینی مسلمان خودش چیکار میکند؟ ظلم میکند، مالش دزدی میکند، خیانتش میکند، بیرحمی و بی انصافی فقط نسبت برادر مسلمان خود میکنه. بعد برادری که روز از روزها همه ما و شما دنیا را ترک میکنیم، این را فراموش نکن. نه که در اون روز قیامت الله به بندگان رحم میکنه، این را خوب فراموش نکن. تو خیال میکنی که رحمت الله از بالای من یا گناه مرا میپوشونه، لکن الله تو را در اونجا خار میکنه. این را فراموش نکن. به خاطر که تو در دنیا آب دیده مسلمان ها را ریزوندی، خون مسلمان ریزوندی، حق مسلمان خوردی، آب روی مسلمان تریزوندی. برای چی؟ برای 4 سوم حرامی که تو میوی. به همین خاطر میگه به حضرت بود حب درویش، چرا تو به درویش میزنی ریش؟ چرا تو به درویش میزنی نیش؟ مولای میگه پیامبر خلقش همین بود که همیشه درویشه، همیشه آدمای نادار و کمبغل و مسکین چیکار کرد؟ دوست میدار، محبت داشت. تو چو تو امروز میگه با مسکین و با غریب نیش میزنی؟ یعنی اونها را ظلم میکنی، اونها را آب دیدش نمیریزنی. به همین خاطر برادران عزیز، با دقت گوش کنید. به اهل زمین اگر رحم نکردید، فردای قیامت بدونید که الله به شما رحم نمیکنه. به غضب بالای شما تفتیش خداوند ادامه میدهد. به همین خاطر به اهل زمین رحم کنید. امروز کافر ایمان نداره لکه انصاف داره. مسلمان ایمان داره نه که ذره در وجودش انصاف نمیبینی، رحم نمیبینی. کمتر از الله بترسه. الله که من تو را نگه داره همه را میدونه. این دنیا اندک است برادر، فراموش نکن. در دیگر جای شعرم شاعر میگوید: چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمی سوزد. او ظلمی که تو میکنی، او ناحرمتی که تو میکنی، او قد دوامناک نمی روه. این دنیا را پدرود میگو. لیکن جای حسرت ایه که بعد که از دنیا میگذری نام گرفته شود بگن که او بسیار آدمی بد بود، بسیار ظالم بود، بسیار بیرحم بود، همیشه آبروی مسلمان شا میریزون. به همین خاطر عزیزان دل، همیشه آبروی همدیگر را نریزونه، عیب همدیگر را نکاوی. سر تا پا خود ما غرق گناه هستیم، امروزه حق همدیگر را میکنیم. من میخوام در اینجا یک نقطه مهم بیان کنم. امروزه اکثری مسلمان هایی را میبینی، چی بلاگر باشن چی دیگر همیشه عیب همدیگر را میکنن. نه که غیر دین میکوی، همیشه این رفتار پلید اونها نیست. هر یکش به زندگی خودش آداب و رفتاری خوب قطعی رفته ایسان. مسلمان هم میبینی فقط عیب مسلمان میکوه. مسلمان هم میبینی همیشه حق مسلمان میخوره. مسلمان هم میبینی ظلم برادر مسلمانش میکنه، خیانت در خواهر مسلمانش میکنه. با او 4 سومی که او برادر میوه، این تو فراموش نکن برادر، او با خون دل او برادر در غریبی او را کار میکنه. تو او را میخری، تو از ظلم میکنی، آب دیدهش هم میریزونی، او را آبروش هم میریزونی. او را فراموش نکن که حق او در نزد پروردگار تو را به غضب میاره.
الله آنچنان غضب شبالایت میاره که تو اوجا دیگه راه گریز نداری. به این خاطر عزیزان دل سخن بسیار کردنی نیستم. از الله متعال خواهان هستم که رحم و شفقت و مهربانی نسبت همدیگر پروردگار مهربان در دلهای ما نگه بدارد. از بیرحمی و از ظالمی نسبت همدیگر الله متعال ما شما را نگه بدارد. و در این روزهایی که امتحان الله به بالای ما شما آمده است، پروردگار مهربان ما را صبور بگرداند و از این وبا پروردگار مهربان همه مسلمان ها را در حفظ امان خود نگه بدارد. آمین.